انا این بینای مؤسسه تعلیمی که در جماعت دهاتی 10 سالگی استقلالیت شهر ترسونزاده واقع است سال 2007 ساختمانش آغاز گردیده سال 2009 با سبب‌های نارسایی‌های مالیوی قطع گردیده است. گروه تطبیق لایحه تجدید و ادامه ساختمان مکتب‌های میانه نزد وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و شریکان گلوبالی در ساحه معارف با دستگیری بانک رشد آسیا ادامه ساختمان مؤسسه را به عهده گرفتند. وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان و نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده از کار ساختمانچیان دیدن نموده به آنها دستور دادند که ساختمان بینای مؤسسه باید با صفت و به طلبات زمان جوابگوی ساخته به استفاده داده شود. آغاز ادامه ساختمان مؤسسه از جانب جمعیت دارای مسئولیتش محدود سادات ساختمان با جلب 50 نفر کارگران محلی از 15 دکمبر سال جاری آغاز گردیده باید ماه اوگوست در سال تحصیلی خوانش نوی 2022 به استفاده داده شود. مؤسسه از 2 آشیانه عبارت بوده، 2 تالار ورزشی، 2 مجلسگاه، آشخانه، 30 عدد صنفخانه برای 640 نفر خواننده و دارای دیگر حجره‌های کاری میباشد. برای به انجام رساندن ساختمان مؤسسه تحصیلات عمومی رقم 93 دهه فیضبخش شهر ترسونزاده غالب آزمون تندری دانسته شدیم و برای به صفت بلند به انجام رساندن کارهای ساختمانی از کارگران محلی زیاده از 50 نفر متخصصان رو به کار جلب نمودیم که کوشش میکنیم که ساختمان مؤسسه رو پیش از مهلت به استفاده دهیم. از شعبه معارف شهر ترسونزاده اطلاع می‌دهند که امسال در شهر 3 مؤسسه کلان رقم 91 با فراگیری 400 نفر خواننده، رقم 49 500 نفر خواننده، یک لیسه اینترنت با فراگیری 900 خواننده، همچنین نزد مؤسسه‌های تعلیمی زیاده از 50 صنفخانه‌های علاوگی ساخته مورد استفاده قرار داده شد. امروز در دهه فیضبخش جماعت دهاتی 10 سالگی استقلالیت شهر ترسونزاده ساختمان مؤسسه تعلیمی نو آغاز گردید که این مؤسسه تعلیمی از سال 2008 این جانب ساختمانش باز مانده بود و با تشبث وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان اینچنین با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده ساختمان این بنا آغاز گردیده شده با 624 نفر خواننده که در یک بست به نقشه گرفته شده ساخته به استفاده داده می شود. قابل قید است که بینای کهنه مؤسسه تعلیمی رقم 93 دهه فیضبخش جماعت دهاتی 10 سالگی استقلالیت شهر ترسونزاده از سالهای 50 باقی مانده است که عین زمان بینای صدموی به حساب می رود. دیرکتور این مؤسسه میگوید که حالا در این بینای کهنه صدموی 460 نفر خوانندگان با مشکلات زیاد به تحصیل فرا گرفته شدند و برای 200 نفر خواننده جای نشست و میز و کرسی نمی رسد. این مؤسسه که ما تحصیل میکنیم بعد جوابگو طلبات نیست. در این مؤسسه 403 خواننده تحصیل میکنه در 2 بست که ما نارسایی صنفخانه ها و جای نشست میز کرسی تنقیسی نموده. این مؤسسه که ما حاضر خوانده استیم ما تشکر میگیم به سرور دولت و وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده که طبق سپارش های اینها در این مؤسسه که از کار باز مانده شده است امروز به کار ساختمانچیان شروع نمودند. وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان و نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده با ساکنان این منطقه واخوری نموده قید نمودند که به خاطر تطبیق سیاست معارف پرورانه رهبریت عالی مملکت در سمت فراهم آوردن شرایط مساعد تحصیل و بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیت نسل نورس پیوسته تدبیرهای ضروری اندیشیده می شود.